سلام. کلا با این قضیه اینترنت و اینستاگرام مشکل داریم ما. نمیدونم چیکار باید بکنم. مشکل نداشته باشیم بتونیم اون رو ادامه بدیم. سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر، خوش اومدین. من دومین باری که لایو سلام. آوردم بالا. سلام، وقتتون بخیر. بالاخره تونستیم بیایم بالا. بالاخره خوب هستین؟ بله. سلامت باشین. سلامتین؟ شما خوبی؟ خدایش سلام خدمت همه سلامت باشین. عزیزان. سری در قبل که اصلا خدمتتون لایو هستم. گرفته بودیم یه کوچولو صحبت بکنیم. حالا سری قبلی که با هم لایو گرفته بودیم که اصلا من از اول تا آخرش اصلا تصویر شما رو نداشتم. بعدش هم فکر میکنم به خاطر فیلتر شکن خودم بود. بعد حالا اون ویدیویی که مونده بود پست شد، اون مشکلش برطرف شد که حالا توی یوتیوب گذاشتم. من حالا این لایو رو ذخیره میکنم میذارم توی یوتیوب و شما هم انگار وایس میگیرین و میذارین تو پیجتون. اینم خوبه. بله. بسیار عالی. خب در خانم دکتر، خدمتتون. بخوایم زودتر کارو ببندیم و جمع کنیم وقت شما رو هم نگیریم، اینه که شما الان دومین لایویه که داریم در مورد یه موضوعی داریم صحبت کنیم با هم دیگه. لایو اولمون بله. در مورد افسردگی بود و این لایو در مورد استرس و اضطراب و حالا چیزایی که وجود داره. من چند لحظه پیش گفتم که بیشتر مشکلاتی که ما داریم تو بعد روانی خودمونه که ما اون نمیدونیم چیه. حالا مثلا استرس یا چیزهای دیگه که وجود داره، یا دور اطرافیامون آگاه نیستن. این لایو ما برگزار کردیم که اگر دور اطرافیای ما یا خودمون دچار این اختلالات ریز روانی بله. مشکلات روان. مشکلات در واقع هستیم، مسائل اینا ما آگاه مشکلاتی که بشیم. باعث میشه. بله. آره، اختلاف وجود داره. خب حالا در مورد استرس و اضطراب بفهم. حالا اگر چیزی بله. هستش که شما برای شروع بخوایم بگین، که حالا نه که بریم توی سوالات و صحبت ها. تو شروع که فکر میکنم خب همین که مفهوم اضطراب و افراد بدونن خب خیلی کمک کننده است. در واقع باید بدونیم که اضطراب خودش به نوبه خودش اختلال نیست. یعنی که ما اضطراب داشته باشیم معنی که ما اختلال داریم نیست. اضطراب یه واکنش نرماله. شما وقتی از یه چیزی میترسید یعنی یک چیز بیرونی وجود داره که شما در برابر اون یه واکنش نشون میدید. اضطراب در واقع یه واکنشیه که ما در برابر چیزی که برای ما تهدیدآمیزه، یعنی هنوز اتفاق نیفتاده، مبهمه، نامعلومه و هنوز ما نمیدونیم چه اتفاقی قرار بیفته. به خاطرش اضطراب میگیریم که این اضطراب یه هشداری به ما میده که ما خودمون رو آماده کنیم. ولی اگر این از یه حدی بیشتر بشه، یعنی بخواد تو عملکردهای ما، تو فعالیت روزانه ما، تو درس خوندن ما، کار کردن ما، خوابیدن ما، غذا خوردن ما، تو هر فعالیتی که ما انجام میدیم اختلال ایجاد کنه، اون وقت دیگه میشه بیماری. تعریف کلیش پس یک ترس مبهم میشه دیگه یه جورایی. ترس نه، یه هشداره در واقع برای جسم ما، روان ما که داره یه اتفاقی ممکنه بیفته و این خب کاملا نرماله. شما وقتی یه عفونتی میکنی واکنش نرمال اینه که تب بکنی، اگر نکنی غیر نرماله. اینجا هم داستان همینه، اگر اون اضطراب رو نداشته باشی غیر نرماله، ولی این اضطراب میزان باید داشته باشه. گفتم وقتی اختلال ایجاد کنه دیگه میشه بیماری. الان استرس و اضطراب چه علائمی داره خب برای هم استرس و استراب میتونه
علائم جسمی داشته باشه، علائم روانی هم داره. جسمیش که خب خیلی همون تجربه کردیم دیگه، شب امتحان، نزدیک امتحان، دلشوره، اون حالت تپش قلب، گاهی وقت حرکات روده زیاد میشه، حرکات گوارشی زیاد میشه، تعریق ممکنه داشته باشیم، تپش قلب داشته باشیم، گاهی وقتا سردرد و خب از این دست علائم ممکنه داشته باشه. و خب بیقراری که میده و ما نمیتونیم یه فعالیت مستمر داشته باشیم، اون وقت دیگه اضطراب یعنی اینقدر زیاده که نیاز به کمک داره. بود روانیشی؟ در واقع همون بیقراری دیگه، بیقراری که نمیذاره شما تمرکز کنین، عدم تمرکز براتون ایجاد میکنه، ممکنه نتونین فعالیتاتون ادامه بدین، ممکنه خلقتون رو به هم بریزه، تحمل پذیریتون بیاد پایین و داستانهای از این دست. استرس و استراب انواع هم داره یا نه؟ انواع، منظورتون رو نفهمیدم، منظورتون از انواع چیه، ولی خب ما شکل‌های مختلف اضطراب داریم که ممکنه باعث اختلال بشه. مثلا شما ممکنه یه اضطراب اجتماعی داشته باشین که همون سوشال فوبیاست، از قرار گرفتن تو اجتماع بترسید، یا ممکنه یه سری اضطراب‌های اختصاصی مثل فوبیاهای مختلف داشته باشین. حالا فوبیا مختلف، فوبیا به حیوانات، فوبیا به ارتفاع، فضای بسته و حالا فوبیاهای دیگه. ممکنه نه این اضطراب به صورت فراگیر تو همه عملکردهای شما باشه که ما بهش میگیم GAD یا اضطراب فراگیر، که تو تقریبا همه عملکردهای شما این اضطراب دیده میشه و محدود به یک موقعیت خاص نمیشه. و خب یه چیزی که خیلی از افراد فکر میکنم درگیرش میشن، لااقل تجربهش میکنن، هم خب یک نوعی از اضطرابه که فکر میکنم اسمش آشنا باشه، حمله هراس یا حمله پنیک، که خب خیلی افراد تجربهش میکنن. الان پس پنیک رایج ترینشونه، میگه بیشترین چیزی که دیده میشه، شایع ترین نوع استرس پنیکه آیا یا نه؟ حمله پنیک، اختلال پنیک نه. در واقع باز متفاوته. ما حمله پنیک رو تو آدم‌های نرمال ممکنه داشته باشیم، ولی اختلال پنیک دیگه نه. یعنی پنیک دیزوردر داستانش ذره متفاوته. یه سری سوال داشتم از بچه‌ها در مورد خود استرس که حالا کلیه، از حالا چیزای جزئی شروع بکنیم که بریم به سمت چیزای حالا یکم کلیش شروع کنیم، بریم سمت کسی بله. که دچار استرس میشه، استراب داره، خب ممکنه که خب خودش قبول نکنه، بعد دور اطرافیاش مثلا یه علائمی ازش ببینن و اینو بخواد معرفی کنن به همکاره شما و یا مثلا شما چه وظیفه‌ای دارم، چطور باید باش رفتار بکنم. خب یکی از چیزایی که شاید کمک کننده باشه این که ما به فرد مضطرب این بازخورد رو بدیم که این اضطراب توئه که باعث میشه به یه سری از کارات نمیرسی، این اضطراب توئه که توی برخوردها، توی ارتباطات اجتماعی دچار چالش میشی و ما چیزی که از بیرون میبینیم اینه. شاید این پیامی که وقتی ما جلو آینه خودمون رو میبینیم خب چهره واضح‌تر دیده میشه تا اینکه من فکر کنم شاید یه جایی از چهرم مشکل داشته باشه یا تو پوششم مشکل داشته باشم. پس اگر یکی از روبرو ما رو ببینه و به ما این پیامو میده که این رفتارهای تو ممکنه به خاطر اضطراب باشه، خب خیلی کمک کننده است برای فرد. شاید مقاومت باشه برای مراجعه که احتمالاً هست، ولی این پیام ها وقتی تعدادش زیاد میشه فرد رو به فکر میبره که شاید واقعا من این مشکل رو دارم و نیازی که کمک بگیرم. یعنی از پس این اوایل باید مدارا کنیم با این شخص، باش کنار بله بیایم و یواش یواش به این که این مشکل رو داره، اختلال نه، این مشکل رو داره
و به سمت اینکه برطرف کنه این مشکلشو سوق بدی. حالا به صورت حالا بله یا روانشناسه یا روانپزشک. بله بله. آیا مشاوره های آنلاین هم توصیه میشه برای این افراد یا فقط باید حضوری باشه؟ ببین درمان اضطراب خب بسته به نوع اختلالی که تشخیص گذاشته میشه درمان های متفاوتی داره، ولی توی اکثریت مواقع ما حتما نیاز به دارو داریم اگر اختلال انقدر زیادی که داره عملکرد ما رو تحت شعاع قرار میده و همزمانی اون با روان درمانی، حالا چه به صورت آنلاین چه به صورت حضوری، میتونه کمک کنه تا ما مشکل رو سریعتر و به صورت بهتری حل کنیم. پس حضوری بهتر. حالا بعدها میشه که حالا به صورت آنلاین یا به صورت تلفنی باشه، یعنی اول با شناختش رو به وجود بیاریم. بسته به فرد داره این که حالا ممکنه ما برای بعضی از افراد بتونیم از جلسه اول به صورت حالا آنلاین یا تصویری باشون ارتباط بگیریم، ولی بعضی از افراد واقعا نیاز به حضور توی جلسه دارن. یه سوال بود که لابلا جواب دادیم اینجا، گفته بود که استرس اختلال هست یا نه، که خب جواب دادیم که استرس اختلال نیست، یک هشدار. سوال بعدی که انواشو گفتیم، درمانشو که میریم جلوتر توضیح میدیم. بله. من الان یک شوک استرسی بهم وارد شده، اون لحظه باید چیکار بکنم که اینو کنترل کنم؟ ببین اون شوکا معمولا ما تو افرادی میبینیم که حملات پنیک دارن، یعنی در واقع اون حالتی که تپش قلب میگیرن، بیقرار میشن، احساس تنگ نفس دارن. گاهی وقتا مریضا میگن من احساس میکنم دارم خفه میشم، دارم میمیرم، یا آرزو میکنم کاش بمیرم اصلا تو این شرایط نباشم. و خب تو این شرایط شاید کارهای رفتاری، آموزش رفتاری بتونه کمک کننده باشه. بعضی وقتا پیشنهاد میشه مثلا توی یه پاکتی کیسه‌ای تنفس کنن که اون بازگشت صوتو بتونه اون ریلکسیشنی که ایجاد میکنه باعث بشه یه مقداری از میزان اضطراب کم بشه، یا یه فعالیت هایی رو به صورت مستمر انجام بدن که یه فعالیت روتین نباشه، در واقع نیاز به فکر کردن باشه و از اون شرایط بیان بیرون. و در واقع کاری که شاید خیلی وقتا کمک کننده است اینه که به فرد این نوید رو بدیم، این پیام رو بدیم که این اتفاق برای خیلی از آدم ها ممکنه بیفته و قرار نیست بابت این اتفاق شما آسیب جسمی ببینید، فقط یه زمانیه که میگذره. و خود دونستن و شناخت این که این درد تمام میشه، این رنج در واقع، این اضطراب تمام میشه، خودش کمک کننده است که مریض حال بهتری داشته باشه و زودتر از این موقعیت بگذره. بهترین روش درمان برای استرس و اضطراب چی میتونه باشه؟ اونم فکر کنم باز بستگی به اون چه شخصش داره دیگه، نمیتونیم یه نوع متد اختلال خاص هم بدیم. شخص آره. هم نوع اختلال داره، ولی در مجموع توی اختلالات اضطرابی درمان دارویی در کنار درمانهای رفتاری شناختی، یعنی در واقع CBT و حالا یه سری از روان درمانی، مثلا شما اگر سوشیال فوبیا داشته باشی، خب قرار گرفتن تو گروه درمانی ها کمک کننده است. ولی اگر مثلا یه سری اسپسیفیک فوبیا مثل ترس از ارتفاع، ترس از حیوانات داشته باشین، مواجه درمانی شاید کمک کننده باشه. و بسته به نوع اختلالی که ما تشخیص میذاریم اون درمان خاص اون اختلال گذاشته میشه. ولی در مجموع حالا چون اکثریت مواقع ما حملات پنیک و اضطراب فراگیر رو تو افراد داریم، بیشترین درمان میگم دارو و در کنارش روان درمانات فردی یا گروهیه. یه سری
داروها حالا مثلا تو اینترنت بزنیم میاره بالا، مثلا سرترالین. سرتالین و اینا خیلی اسم زیاد استفاده میشه. بله. بعد دیازپام و لوزارپام و این چیزاست، درسته؟ بعد اینا دورهاشون کوتاست ببین درمان یا خودم اضطراب بوده؟ ممکنه یه سریا رو ما کوتاه مدت بدیم برای اینکه اون حملات حاد پیش کنترل بشه و بعد بریم دنبال درمان هایی که خب طولانی تر هستن. تو اکثریت مواقع داروها بعد از 3 تا 6 ماه درمان قابل قطع شدنه و میشه مریض رو با از درمان دارویش رو در واقع قطع بکنیم، ولی اگر همراهش روان درمانی بشه معمولا این مدت زمان درمان کوتاهتر میشه و شاید بشه با روان درمانی نیاز فرد به دارو رو کمتر و یا حتی قطع کنیم. همینم گفته بودیم از قبل که داروها به مرور زمان کم میشه، ولی اون وابستگی رو وجود نیاره. سوالات چیزایی که بچه ها پرسیده بودن حالا بیشترشون تکراریه. یه سوال در مورد اینکه آیا اضطراب و استرس باعث میشه که افکار منفی مثلا مثل خودکشی یا مثلا خودزنی این چیزا به شخص القا بشه یا تو ذهنش یا نه؟ خود اضطراب و استرس تغییر کارکردهایی که توی مغز ایجاد میکنه ممکنه هر علامتی داشته باشه. ممکنه بله مثلا افکار خودکشی برای فرد بیاره، یا مثلا گفتم تو توضیحات قبلیم گفتم که مثلا فرد حمله پنیک داره، انقدر این حمله براش آزاردهنده میشه که همراهش دچار خلقی میشه که اون خلق مشکلات خلقی و افسردگی باعث بشه فکر مرگ و اینا سراغش بیاد. و اختلال عمل کردی که اضطراب توی آدم ها میده ممکنه باعث افکار ناامیدی و در نهایت افکار مرگ بشه. یکی از دوستان پرسیدن که داروها وابستگی ایجاد میکنه، که خانم دکتر جوابشو دادن. گفتن که این چون گذری استفاده میشه، یک دوره خاصی استفاده میکنن این داروها رو، وابستگی رو کم میکنن، نمیذارن بمونه رو بدن بشینه. حالا جز اینکه خود فرد بخواد وابسته مگر بمونه اینکه دیگه از بحثش لحاظ کم میکنه، ژنتیکی استرس میره که خب نه، یه چیزی من به شما بگم، اضطراب یه بود ژنتیکی داره، یه بود محیطی داره. بود محیطیش در واقع اون یادگیری ها و مهارت هایی که ما برای کنترل اضطراب یاد میگیریم یا در طی زمان اصلا به ما آموزش داده نمیشه. خب اونو توی چه رفتاری میشه حلش کرد، ولی یه بود ژنتیکی داریم که گاهی وقتا ما تو بود رفتاری میتونیم حلش بکنیم تا حدودی، ولی برای بعضی از افراد، تعداد معدودی از افراد، گاهی نیاز داروها طولانی تر مصرف بشه. اون هم به خاطر بود ژنتیکیشه، چون اضطراب به خاطر تغییرات هورمونی یه سری از مواد شیمیایی مغز ممکنه ایجاد بشه، مثلا سروتونین، اپینفرین، نورپینفرین و چیزهای دیگه. خب توی این موارد ما شاید مثل همه بیماری هایی که ما گاهی وقتا نیاز داروهای مادام العمر بخوریم، ممکنه تو اضطراب هم نیاز بشه، ولی تو اکثریت مواقع اینطوری نیست. نیاز نیست شما دارو طولانی مصرف کنید. از اون من جوابشو گرفته باشه. من سوال ندارم. میخواستیم در مورد گروه درمانی و اون چیزا هم گفته بودی که میخوایم یه مطالبی هم توضیح بدین. فکر میکنم اون پیامی که تو قبلا خلال دادیم بهه. صحبت هم گفتم، چون بعضی از بیماری ها این که ما توی گروهی قرار بگیریم که آدم های مشابه، ما مشکلات مشابه، نه صرفا کاملا
مشکل ما، ولی مشابه مشکل ما شرط مشابه دارن. خیلی وقتها قرار گرفتن توی گروه کمک میکنه که این افراد اولا آدم‌هایی ببینن که مثل خودشونن و اون احساس تنها بودن توی مسئلهشون از بین میره، و اینکه من ببینم یه آدمی هم ممکنه مشکل مشابه من داشته باشه. این مسئله باعث میشه که خب من تا یه حدودی تحمل رنجی که دارم میکشم و برام قابل قبول تر میکنه، مثل سوگی که خب آدم ها میان همدلانه کنار هم قرار میگیرن. داستان گروه درمانی هم به این صورته و مهمتر اینه که دیگه اونجا یک گروه دوستانه نیست که ما خیلی چیزها رو مجبور باشیم سانسور کنیم برای اینکه وجهمون رو تو گروه حفظ کنیم. در واقع اونجا یه کار درمان در قرار انجام بشه و افرادی هم که اونجا هستن قراره به همدیگه کمک کنن تا همشون درمان بشن، نه فقط اینکه حال خوب از همدیگه بگیرن. شاید یه جاهایی شما یه چیزهایی رو تو گروه تجربه میکنید که خارج از گروه هیچ وقت تجربهش نکردید و خب بعضی از اختلالات رو ما توصیه میکنیم که افراد تو گروه شرکت بکنن و اثر درمانی بهتری بگیرن از درمان. بسیار عالی. دوست عزیز سوال کرد که مصرف دخانیات تو اختلال اضطرابی تاثیر میذاره یا نه؟ مصرف دخانیات به خاطر نیکوتینی که داره خب یه ذره بیقراری میده و در مصرف طولانی مدتش، تو مصرف کوتاه مدتش یه مقدار اون اثرات ریلکسیشن و سداتیوی که داره، یعنی آرامش بخشی که داره به خاطر نیکوتین، خب کاهش میده اضطرابو. ولی وقتی این رفتار عادتی میشه و دوز مصرف بالا میره دیگه اثر معکوس میذاره. به جای اینکه این اضطراب و بیقراری رو کنترل کنه، خودش عامل اضطراب و بیقراری میشه. جالبه. این مورد ما در مورد الکل هم داریم. الکل هم تو کوتاه مدت کمک کننده، در واقع اکثریت موادی که استفاده میشن این مسئله رو دارن. حالا انشالله توی یه جلسه دیگه مفصلتر در موردش توضیح میدم. که اون تو بحث اعتیاد میشه دیگه اصلا کلا. درسته؟ بله بله بله. این تعرق دست مثلا عرق میکنه دستا، ممکنه جز مثلا علائم استرس باشه؟ بله تا چه بله، حدش لرزش، تعریق. ببین تا چه حدش تعریق طبیعیه، چه همیشه حدش؟ هست. ببین بعضی از افراد همیشه تعریق دست رو دارن. خب اون یه مسئله‌ایه که حالا با درمان میشه حلش کرد و اون ربطی به اضطراب نداره. ولی اون تعریق و لرزش هایی که به صورت مقطعی هستن و خب فرد احساسش میکنه از زمانهایی که دچار اضطرابه این تعریق بیشتر میشه، کاملا مرتبط با اضطرابه. چون ما تغییرات اتونوم داریم تو بدنمون دیگه. گفتم ابتداش همون حالت تپش قلب به خاطر فعال شدن سمپاتیک تو بدنه که اون باعث یه سری علائم تو کل اعضای بدن میشه، تو گوارش ما، مغز ما، قلب ما، در پوست ما و همه اعضای بدن میشه. پس تا یه حدش طبیعیه، از یه حدش اگه تکرار بشه ممکنه که خوب نباشه. بله. من خودشو خیلی آدم من صداتو رو نداشتم. من الان خوب. صدا من صداتون خوب ندارم. صداتون خوب ندارم.
صدای منو دارین؟ گفتم آقای بوشهری ندارم. آیا فعالیت آقای بوشهری صدای شما نمیاد. صدای آقای خدمتتون بگم، خیلی از عزیزانی که مراجعه نمی کنن به خاطر اضطرابی که دارن، در واقع خود اضطرابشونه که نمیذاره مراجعه کنن و این اضطراب این اضطراب خودش یه آلارمیه که کمک میکنه به افراد بدونن که باید مراجعه کنن. یعنی وقتی شما توی مسائلتون دچار مشکلات زیادی میشین ولی نمیدونین که چی کار باید بکنی و همیشه احساس میکنی که یکی باید شما رو هل بده، در واقع یه بخشش همون اضطرابیه که به شما اجازه نمیده که بلند شید. گاهی وقتا ما آدم ها نیاز به کمک بقیه نداریم، فقط نیازه که یه چیزهایی رو تو خودمون کنترل بکنیم که بتونیم به کارمون برسیم. و اینو خواستم